استاندار غیربومی آذربایجان غربی و تلاش برای تغییر بافت جمعیتی با سیاست فشار اقتصادی بر مرزنشینان. یکی از سیاست‌های رژیم برای تغییر بافت جمعیتی در آذربایجان جنوبی اعمال تبعیض سیستماتیک و توسعه نامتوازن اقتصادی بوده که با تمرکز ثروت و سرمایه در استان‌های مرکزی محقق شده است. این مسئله باعث شده تا تمام شهرهای آذربایجان جنوبی جزو مناطق مهاجرفرست باشد که زمینه را برای تغییر بافت جمعیتی آن منطقه فراهم می‌کند. اما به دلیل بالا گرفتن اعتراضات و نارضایتی مردمی در مناطق مرزی، دولت مجبور شد تا برای جلوگیری از دامنه‌دار شدن اعتراضات، طرحی را به نام پیله‌وری هرچند به عنوان مسکن اجرایی نماید که طی آن ساکنان مناطق مرزی تا شعاع 30 کیلومتر می توانند برای امرار معاش خود با پرداخت ارزش افزوده و سایر هزینه‌های موجود مقدار معینی کالا صادر و وارد نمایند. این در حالی است که رژیم با ایجاد شغل‌های کاذب و از نظر اقتصادی مخرب نظیر کولبری امتیاز ویژه‌ای برای اتنیک کرد در آذربایجان غربی فراهم آورده است، چرا که برخلاف پیله‌وران، کولبران از نظر میزان انتقال کالا دارای محدودیت نبوده و هیچ گونه پرداختی به نظام مالیاتی ندارند. همچنین در شرایطی که فعالیت‌های پیله‌وران در سامانه جامع گمرکی ثبت می‌شود، عدم نظارت بر کالاهای وارد شده توسط کولبران به جغرافیای ایران و سهم گروه‌های تروریستی همچون پژاک از کولبری، آذربایجان غربی را به جولانگاه تروریست‌ها تبدیل کرده است. البته این استاندارد دوگانه به اینجا ختم نشده و استاندار غیربومی که دشمنی خود را بارها با ملت ترک به اثبات رسانده و تلاش داشته تا اراضی آذربایجان غربی را به بهانه جذب سرمایه گذار خارجی به اربیل نشینان واگذار کند، این بار در اقدامی تلاش دارد تا منبع امرار معاش پیله‌وران را قطع نماید تا مردم منطقه به دلیل فشار مضاعف اقتصادی مجبور به مهاجرت شوند تا سیاست تغییر بافت جمعیت منطقه تسریع شود. اخیراً در اقدامی کاملاً غیرقانونی دستور داده است تا هزینه پرداختی پیله‌وران به دولت را چندین برابر افزایش دهند تا جایی که عملاً واردات و صادرات کالا برای آنها مقرون به صرفه نبوده و تنها شغلشان را از دست داده و مجبور به مهاجرت شوند، چرا که خوب می‌داند شغل کولبری در انحصار اتنیک کرد و مافیای سپاه و پژاک بوده و امکان ورود ملت ترک به این عرصه وجود ندارد. از سوی دیگر این اقدام استاندار باعث خواهد شد تا بخشی از پیله‌وران که امکان جذب در مافیای کولبری را دارند به کولبران پیوسته و شفافیت ورود و خروج کالا و همچنین درآمد دولت از این راه به شدت کاهش یابد. همچنین این مسئله می تواند ظرفیت صادراتی این استان را به شدت کاهش دهد، چرا که سالانه ده‌ها میلیون دلار صادرات از طریق پیله‌وران انجام می شود. این در حالی است که کولبری اغلب به واردات کالا، در واقع قاچاق کالا پرداخته و نتیجه آن تعطیلی صنایع داخلی است. حال باید دید واکنش نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس به این اقدام غیرقانونی استاندار بیگانه چه خواهد بود.